فرانک جلوی آینه میز توالت نشسته بود و ماتیک به لبهاش میمالید. چه خوش رنگه. با همین لوندیا دل این مرتیکه حبل رو میبرن. به صورت خودش نگاهی انداخت. ماتیک قرمز در تقابل با صورت رنگ پریده و موهای جوگندامیش تو ذوق میزد. از تو کشو یه جعبه در آورد و درش رو باز کرد. توش پر از وسایل زنانه بود. گل سر، لاک، انگشتر و حتی لباس زیر. ماتیک رو هم گذاشت تو جعبه. دیگه پر شده. باید یه جعبه دیگه پیدا کنه. پوزخندی زد. درستش اینه که باید یه خونه پیدا کنه. چقدر بابا بهم گفت فرانک طلاق بگیر برگرد همینجا. این یارو واسه تو شوهر نمیشه. کاش به حرف بابا گوش کرده بودم. حالا که دیگه نه بابایی مونده نه خونه بابایی. از عشقش هم چیزی نمونده بود. طی سالها عشقش اول به نفرت و بعد به دلزدگی تبدیل شد. دیگه نه عصبانی میشد نه قشقرق به پا میکرد. اتفاقا برعکس چشماشو میبست تا اون همه نشونه آشکار رو نبینه. فریدون هم مدتها بود دیگه تلاشی واسه پنهان کردن رد پای بی‌وفاییش نمیکرد. حتی به نظر میومد در صدد اونها رو به رخ فرانک بکشه. دچار وسواس فکری شده بود. وسایلی رو که از زنان دیگر تو خونش جا میموند رو تو این جعبه جمع میکرد و سعی میکرد صورت صاحباشون رو تجسم کنه. تو ذهنش اونا جوانتر، زیباتر و شادتر از خودش بودن. کاش همون بار اول که مچش رو گرفته بودم رفته بودم. حداقل اون موقع انقدر وقیح نشده بود. اگه فقط یه سقف بالا سرم داشتم این خونه رو میذاشتم واسه خودش و معشوقای رنگ و رنگش. یاد خونه آقا جونش افتاد. یه حیاط مرکزی که دورش پر از اتاق بود. آقا جان تعریف میکرد که کل خونه از یه اتاق 6 متری شروع شده. نه مطبخ داشته نه حموم. حموم عمومی میرفتن و رو اجاق نفتی غذا میپختن. موال هم یه اتاق کوچیک بوده ته حیاط. کم کم که دستشون به دهنشون رسیده یکی یکی اتاق اضافه کردن. مطبخ، اتاق مهمون، اتاق نشیمن. باید فردا برم چند تا بنگاه بسپرم. بالاخره یه اتاق کوچیکم پیدا میشه که به پول من بخوره. خدا رو چه دیدی؟ شاید هم یکی رو پیدا کردم هم وضعیت خودم با هم یه جا رو گرفتیم. زندگی کردن با یه غریبه که نمیتونه سخت‌تر از زندگی با این مردک باشه. ما دوتا هم سالهاست برای هم غریبه ایم. صدای به هم خوردن در رو شنید. فریدون برگشته بود. یه دفعه برداشت تا ماتیک رو از رو لب‌هاش پاک کنه. لحظه‌ای مکث کرد و نگاهی به خودش تو آینه انداخت. بذار باشه. فردا هم میرم آرایشگاه موهامو رنگ میکنم. چراغ رو خاموش کرد و از اتاق خارج شد. فرنگیز در شهر میلها، سال 1415. فرنگیز با حالت تهوع از خواب پرید. با لباس خواب و پا برهنه از اتاقش پرید بیرون و با آخرین سرعتی که میتونست به طرف پایین پله‌ها سرازیر شد. پله‌های مارپیچی بیشتر حالش رو بد میکرد. وارد زیرزمین شد و چند پله دیگر پایین رفت تا جلوی آبریزگاه رسید. در رو هل داد و پرید روی توالت فرنگی و سرش رو تو کاسه کرد و تمام محتویات شکمش رو که چیز زیادی هم نبود بالا آورد. ای سگ درینه تو روحت. ببین چطور گوه زد تو روزم. صدای سهراب بود که از زیر دوش داشت غر میزد. انقدر با عجله وارد شده بود که اصلا ندیده بودش. خوب که عقزت سرش رو آورد بالا و گفت ببخشید دست خودم نبود. سهراب وقی نگذاشت. داشت میخون آخ که دیگه فرنگیز. به طرف روشویی رفت که دهنش رو بشوره. سهراب همونطور از زیر دوش اومد بیرون. کلاً با اینکه کونلخ بگرده مشکلی نداشت. فرانک طی سالها بحث و جدل فقط تونسته بود وادارش کنه که تو فضاهای اشتراکی دیگه‌شون یه چیزی پاش کنه. از پله‌ها به سختی رفت بالا و خودش رو رسوند به اتاقش. آسانسور مال سهراب و فرانک بود و فرنگیز سهمی توش نداشت. ولی از وقتی شکمش بالا اومده بود فرانک داشت به سهراب غر میزد که بابا نرگدا پا به ماهه بذار این چند وقت از آسانسور استفاده کنه. و سهراب هم هر بار در جواب میگفت مگه من حاملش کردم؟ اگه قراره کسی از آسانسور استفاده کنه یا باید سهم بخره یا اجاره بده. وارد اتاقش شد و روی تخت دراز کشید. تا قبل حاملگیش خوب پول در می آورد. مدل بود و فالوور زیاد داشت. تو پیجش هم تبلیغات میکرد. ولی از وقتی شکمش بالا اومد دیگه نتونست برای کار مدلینگ بره. هنوز تبلیغات پیجش رو داشت ولی اونم خیلی محدود شده بود. دیگه از پس اجاره حموم و آشپزخونه به سختی برمی اومد. دلم برات میسوزه که باید تو همچین شرایطی به دنیا بیا. اون عوضی که انقدر مرد نبود پای کارش وایسه. منم که تا به خودم بیام انقدر بزرگ شده بودی که دیگه نمیشد سخت کرد. وقتی به دنیا اومدی زود لاغر میکنم و برمیگردم سر کار.
تو رو هم با خودم میبرم. بابای بی همه چیزت هر چی نداشت قیافه داشت. مطمئنم حسابی دلبر میشی و تو پیجم میتره کنی. بذار پولدار بشم، یه اتاق بزرگتر میخرم که گهواره تو هم توش راحت جاشه. بعدم سهم آسانسور رو میدم تا دیگه لازم نباشه این همه پله رو بالا پایین کنی. در حالی که لبخند میزد چشمانش آرام بسته شد و دوباره به خواب فرو رفت. میر سازه‌ای است هشت ضلعی و توخالی با پله‌های مارپیچ در دور آن و امکان داشتن بالابر در داخل. کابین‌ها به فراخور نیاز و بودجه کاربران در دور آن نصب شده‌اند. بعد از هر چند پله پاگردی قرار دارد که در زمان نصب اتاقک‌ها به مثابه دستک برای نگه داشتن آنها به کار می‌رود. اتاقک‌ها پیش ساخته و سفارشی هستند و قابلیت وصل و فصل شدن به میل را دارند. کاربران می توانند در فواصل زمانی مساحت و تعداد فضاهای اختصاصی خود را افزایش دهند و یا در همزیستی با دیگران فضاهای اشتراکی تبیین کنند. میلها نیز در همسایگی و مجاورت هم قابلیت داشتن فضاهای مشترک را دارند. مذاکره‌ای مداوم و مستمر برای اضافه کردن یا تعویض کابین‌های اشتراکی و محل قرارگیری آنها میان کاربران جریان دارد. میل کاشانه‌ای است پویا و داینامیک که فرم، رنگ، تراکم و حتی ارتفاع آن نه به یک باره که در طول زمان و بسته به نظر و توافق کاربران تغییر می‌کند. همچون درختی که رشد می‌کند و شاخ و برگ خود را می‌گستراند.